من چقدر گذشتم، من چقدر از هر آنچه که دوست داشتم زود گذشتم، راحت گذشتم. من چقدر پر شدم از نداشته ها، چقدر پر شدم از داشته هایی که دلم روزی مثل امروز نداشتنشان چندان دلم را به دست تمام دوستان نزدیکم و تمام جلسات مثلا مهمان خانه و تمام لوازم رویشان این مالکیت گذاشتن و تمام آدم هایی که عجیب دلبستن روزی تاریخ رضای بودنشان فرا میرسد و روزی تاریخ رضای بودنم برایشان فرا خواهد رسید. آینه ای که از جلویش رد شده ای هرگز تصویر تو را به خاطر نخواهد سپرد.